سوم است با 36 امتیاز، 4 امتیاز کمتر از تیم خوجند و برقچی باشد در زینه نهم جدول قرار موندن. در لیگ عالی موقع خود را مستحکم کرد بعد از آن که با دست آورده شدند، ولی خودتون میکنیم که نظر به تیم ارتش برقچی باید در بازی موقوف مانده دور این دسته میتواند برای زینه هشتم مبارزه برد، ولی موقعش هم چندان بد نیست به هر صورت، چون که میتواند استراحشان از تیم برقچی پیشتر گذارد. ولی برای دسته ارتش است. حالا ادامه حمله دسته برقچی و برخورد با پرتاب خیلی بلند به جای مگوی دسته ارتش. فرصت برای برقچی و حمله فولبازون کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرتاب خیلی بلند و بسیار خطرناک بود برای جوابی فولبازون کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرتاب به جای مگو و سفارف بسیار امکاناتی خوب. حمله فولبازون دسته برقچی و یک امکاناتی بسیار خوب داشتند. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش. فرصت برای اونها و ضربه از سوی عبدالخلیل بوران. یک حمله جوابی باشه که فولبازون دسته برقچی. ضربه از مسافه دور و خیلی خطرناک بود. فولبازون دسته برقچی هستند با جام آسیا نیافت. ادامه حمله دسته ارتش و بسیار ضربه سختی. ادامه حمله فولبازون دسته ارتش. حالا پرتاب به جای مگو شیراز شریفوف و گزارش او ضربه به کنج دروازه شهاب‌الدین محمودزاده و باقی مانده است. محمد اقبال دولتوف، جولیوس کواسی و گل. حساب 0-1. ورزش ارتش خیلی خوب استفاده بردند. کواسی ضربه را به کنج دروازه شهاب‌الدین محمودزاده در مرکزی ورزش ارتش بعد از استقلال در زینه دوم قرار دارد، اما این آخرین بازی کلوب مرکزی ورزش است. جانب شریفوف ضربه او و گل 2-0. مؤلف گل دومی دسته ارتش شد. خب صدای اشتراکی داور سیاد زین‌الدینوف از انجام بازی دور 22 چمپیونات مملکت بین جانب شریفوف مؤلف گل ها شدند. گزارش مستقیم به انجام برسد. بیننده عزیز تا گزارش‌های نوبتی صحتمند و پیروز باشید. خیر.